دیوران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در ناحیه دنقره جماعت پوشینگ مهنت های خود را رحمت کند با بوی رحمان رو و فرزند اون کس اکا الهام رو به شما از بالای بلندی نشون میدیم. این باغ انگور است، یک هکتار زیادتر. ببینید چقدر زیبا. در سنگلاخ هست، هم سنگلاخ رو تازه کرده و اینش لیمونخانه هایش است. ولی لیمونخانه میریم الهیده نور میگیریم. دیدید چقدر مهنت صرف کرده شده است، چقدر پول، صبر، سلامتی، همه این برای چی؟ برای آبادانی ده، آبادانی ملک، آبادانی ناحیه، آبادانی دولتمون. هر یک فرزند تاجیک باید هم خیلی مهنت کند، چون که خلق ما خلق مهنت کش است. بهترین خلق هستیم ما، بهترین ملت هستیم ما، آریایی هستیم ما، مهنت دوست و زیبا دوست هستیم. من بینید و یک بها تید کنی گوید به همین بهای چند میتید؟ از 1 تا 5 خال چند خال میتید؟ ولی لیمونخانه شو الهی رفته میبینیم.